حاج آقا، بنابر روایات امام علی 6 زن و 36 فرزند داشتند. با توجه به اینکه ایشان دائما در حال راز و نیاز و عبادت بودند، چطور به این نرخ بالای فرزندآوری رسیدند؟ حضرت مبدع نماز سرعتی بودند. در عرض 1 دقیقه حق مطلب رو ادا می کردند و بعد شتابان به سمت انجام وظایف زناشویی می رفتند. مولای متقیان در اون دوران زبانزد خاص و عام بودند و ایشان رو ماشاءالله کمر لقب داده بودند. یعنی کمری که کمر نیست، شاکمره و 24 ساعته توان مورد عنایت قرار دادن خلق رو داره. امام علی با توجه به پتانسیلی که در خودش سراغ داشت، با خودش و خدای خودش عهد بست که جمعیت کوفه رو 2 برابر کنه که متاسفانه قبل از عمل به وعدهش به شهادت رسید. چه ضایعه بزرگی!